میگویند. یعنی برای آن عصر میسوسنگ را باز به طور دیگر انئولیت میگویند. همین انئولیت میگویند. برای این عصر میسوسنگ میگویند که یعنی در این دوره یعنی بغیر از سنگ یعنی باز اسبابا یعنی هم از میس و هم از سنگ ساخته شده بود. نه از میس و سنگ ساخته شده بود. در این دوره کانهای میس بسیار بودند. این در هر جای تاجیکستان نیافت شدند که از یکی از چنین یادگاری این دوره یعنی کان نفکت و کان قرنب یعنی موجود است. جشن و عیدهای قدیمه مردم آریایی که در سطح دولتی جشن گرفته می شدند کدام هایند؟ جشن و عیدهای قدیمه مردم آریایی این تیرگان، نوروز، مهرگان و سده می باشند که یعنی در سطح دولتی اساسا در زمان اخوامنشیا و حتی یعنی در زمان عصر نو یعنی اساسا در دوره سامانیان یعنی رواج یافتند جشن گرفته می شود. یعنی در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان این جشن‌ها از نو احیا شد که یک از اینا جشن نوروز که در سطح بین‌المللی یعنی به فهرست جهانی یونسکو داخل کرده شده بود. جشن تیرگان در کدام فصل با مناسبت چی جشن گرفته میشد؟ جشن تیرگان استاد اساساً در فصل تابستان جشن گرفته میشه. یعنی گویا آفتاب یعنی تیر بر این راست یعنی اساساً یعنی در 22 ایون یعنی جشن گرفته میشود. یعنی پیش همین جشن یعنی در بین تاجیکان رواج یافته بود. یعنی اصلا یعنی برابری شب و روز. شما درباره جشن و عیدهای قدیمه گفتید. هر جشن ها را شما نامگیر کردید. اما خصوصیتش از چی بود؟ یعنی خصوصیتش از آن عبارت که خلق تاجیک از قدیم دارای فرهنگ و تمدن عالی بودند. این را بسیار از عالمان تاجیک اثبات نمودند که تاجیکان یک از خلق‌های بومی در آسیای میانه می باشند. جشن‌ها این تجسمگر فرهنگ و تاریخ آنها می باشد. در شاهنامه دایر به چند جنگ شاهنشاه پیروز ساسانی به مقابل ایتالیان اخبار آورده شده است. در شاهنامه دایر به جنگ شاهنشاه پیروز ساسانی به مقابل ایتالیان یعنی 3 جنگ اساسی در شاهنامه معلوم اخبار داده شده است. برزاد عزیز همین در کدام دوره همین جنگ به کار آمده بود؟ یعنی جنگ شاهنشاه پیروز ساسانی به مقابل ایتالیان یعنی افتلیت ها. البته از شاهنامه یک فکری درست گفته، لیکن در کدام وقت به وجود آمد؟ کدام سال رخ داده یا کدام دوره رخ داده است؟ یعنی اساساً در دوره عصر میانگی رخ داده بود. یعنی بین پیروز ساسانی یعنی در اول یعنی پیروز ساسانی شکست می‌خورد و خراج‌گزاری دولت ایتالیا می‌گردد. سوال دقتی در اینجا گفته است که در شاهنامه دایر به چند جنگ شاهنشاه پیروز ساسانی در مقابل ایتالیان اخبار آورده شده است. شما در اینجا درج کرده. اما خصوصیت همین جنگ بین ایتالیان و پیروز ساسانی در اینجا شرح داده شود باید که کی شد، چگونه شد، چند تا جنگ گفته است در اینجا. شما چی میدونید درباره جنگ های پیروز ساسانی و بر مقابل ایتالیا؟ یعنی من چون این کتابا خوندم در شاهنامه اساساً 3 جنگ یعنی پیروز ساسانی در اول در سالهای 486 486 تقریبا این چیز به وجود آمده است که یک از در اول پیروز ساسانی به ایتالیان هجوم میکند، اما در اینجا پیروز ساسانی چیز غلبه به دست میآورد. در جنگ دوم باشد پیروز ساسانی بر ضد ایتالیان مبارزه برده ایتالیان غالب آید و پیروز ساسانی یک از خراجگزار دولت ایتالیان میگردد. در سوم باشد پیروز ساسانی به ایتالیان هجوم میکند و در اینجا ایتالیان را به تنزل مینهد. قسم‌های لشکر یعقوب را چگونه سربازان تشکیل می‌کردند؟ قسم‌های لشکر یعقوب را اساساً سربازان فدایی یعنی عیاران یا اغیاران می‌گفتند و باز به قسم لشکری اساساً فدایان و اغیاران تشکیل می‌نمودند. در کتاب تاجیکان علامه باباجان غفارov همین قدر معلومات داده شده است که به لشکر
عیاران یا که سربازان فدایی تشکیل میدادند. سلوله سفاریان که با سروری یعقوب ابن لیث به صحنه سیاست وارد شد، از دو سلوله دیگر یعنی طاهریان و سلوله بعدی سامانیان با کدام خصوصیتش فرق کننده هستند؟ دولت سفاران یک از دولت‌های یک از دومین خلق تاجیک این در عصر میانگی این بعد اسلام می باشد که یعنی اساساً یعقوب یعنی دولت را از لحاظ برآمد اجتماعی سفاریان از طاهریان و سامانیان چه فرقیت داشتند؟ یعنی اساساً یک خصوصیت نداشت چون که دولت سفاریان این نظر از طاهریان دیده این بیشتر حکمرانی نموده است. مفهوم سفار از کجا برآمد؟ یعنی سفار یعنی معناش مسکر می باشد، یعنی از نام سفار یعنی معناش مسکر گرفته شده است. یعنی یعقوب و عمر ابن لیث اینا خودشان یعنی پدر عمر و یعقوب ابن لیث یعنی لیث بوده است، برای همین و یعنی مسکر برای همین نام دولت سفاریان نیست. سفار این دولت سفاریان مسکر را گرفته است. این فقط در معنای نام فرق دارد. این دولت طاهریان اساس گذارش این طاهری ابن حسین. خب میرداد جون، شما گفتید که قسم لشکر یعقوب رو اینجا گفتگی است چگونه سربازان تشکیل میکنن؟ سربازان فدایی. اغیاران کیو هستند؟ چگونه طبقه هستند؟ عیاران سوال فهم است؟ فهم. یعنی در جواب گفتید که اغیاران هستند. کیو هستند اینو؟ از کدوم طبقه هستند؟ البته این مبارزان رایدین. شاید طبقه باشد که بیرون از حدود کشور است، از داخل کشور است، از خود اهالی است، یا که از یگان طبقه بیرون اهالی است. کیو هستند؟ یک از طبقه اهالی می باشند. محمود تارابی و شمس‌الدین محبوبی به کدام شورش سروری نمودند؟ محمود تارابی و شمس‌الدین محبوبی اینا با هم همچون دوست و برادر سال 1238 در دهه تاراب بر زیاد ستاندن اندازها بر ضد مغول‌ها و صدرهای بخارا شورش سر زد. مقصد شورش این کم نمودن اندازها برای کمبغلان بود و سال 1238 محمود تارابی و شمس‌الدین محبوبی به شورش شورش در تاراب و یا اینکه شورش در کتابین به نام شورش محمود تارابی آمده است سروری نموده اند. سوال دقتی محمود تارابی و شمس‌الدین محبوبی به کدام شورش سروری نمودند؟ به شورش سال 1238 در دهه تاراب سروری نمودند. 1238 1238 در زمان مغول. در مقابل کی همین شورش روانه شده؟ در مقابل اساسا در بررسی صدرهای بخارا اساسا حاکمان همان منطقه آنها چنین تصویر کرده است که حتی مغول ها آنقدر وشیار و اندازها را ناوردند که اینها میخواستند همان حاکمان محلی از خلق از دست آنها به داد آمده بود. میرداد جون، حاکمان محلی کی بودند؟ تاجیکان بودند؟ صدرها بودند. در این دوره صدرها نیز در حکومت قرار داشتند. همون دوره در حاکمان کی بودند؟ از کدام قبیل بود؟ از کدام ملت بود؟ اینها تاجیک هستند. با مقابل کی برخیستند؟ هدف بر ضد چیز حکمان مغول و چیز حکمان مغول شورش برداشتند. درست است. سالهای 1826 کدام نماینده سلاله منقیتیه حکمرانی میکرد؟ سالهای 1826 امیر شاه مراد سلاله منقیتیه را حکمرانی میکرد.
درباره امیر شاه مراد کیها از تاریخ نویسان عصر 20 معلومات دادند یا کیها کتاب نوشتند؟ عموما درباره منقیتی ها کتاب احمد دانش رساله و یا چیز یک از رساله و یا مضمون درباره امیران منقیتی تاریخ امیران منقیتی بخارا نوشتگی است. یعنی با احمد دانش و صدرالدین یعنی فقط یعنی با نامشان یعنی فرق کنه. این رساله و یا تاریخ مختصر امیران بخارا و صدرالدین عینی باشد. یعنی اثر را یعنی با نام تاریخ امیران منقیتی بخارا نوشتگی است. شما باوری دارید که در همین سال 1800 1826 یعنی با باوری کامل میتونید که شاه مراد حکمرانی کرده است یا که دیگری؟ یعنی در این دوره امیر حیدر یعنی به سر حکمرانی آمده بود. کدام نماینده سلاله منقیتی حکمرانی میکرد؟ یعنی شما درباره منقیتی ها معلومات دارید؟ کیا هستند؟ معلومات داریم. یعنی منقیتی ها یکی از قبیله های کوچمنشی یعنی که یعنی به آسیا میانه آمده بودند. یعنی اساسا منقیتی یعنی یکی از قبیله یعنی ازبک تبار یعنی بودند. ازبک تبار بودند. یعنی ترکمنشاد و ازبک تبار بودند. یعنی به آنها تعلق داشت. حدود بخارا شرقی را معین کنید. حدود بخارا شرقی یعنی بیکیگرهای شریسبز، غزار، فان، یغناب، کشتوت و قراتگین، ملک درواز، بدخشان و قرغان تپه و کلاب را یعنی مثلا گیرم یعنی حدودهای امروزه تاجیکستان را در بر می گرفت. یعنی حدودهای تاجیکستان جنوبی بیرون در بر میگیرد. یعنی در عصر 19 یعنی بودند یعنی بغیر از سه دولت مستقل امارات بخارا، خانگری، خیوه و قوقند در بخارا شرقی یعنی چی ملک‌های یعنی مستقل نیز بودند با مانند شهر سبز، غزار، کتاب، فان، کشتوت. یعنی باز نه در در کتاب صنف معلوم است یعنی خود یعنی بیشتر یعنی در کمیسه گفتند که یعنی تاجیکان یعنی اساسا در بخارا شرقی یعنی زندگی میکنند. کدام بیکیگری ها یا بیکی هایی که بودند در حدود تاجیکستان امروزه با تابع امارات بخارا بودند؟ آخر تابعش تابع کرده بود. یک بار نامبر کنم اون بیکی ها را. غزار، شهر سبز در حدود تاجیکستان امروزه، بخارای شرقی، تاجیکستان امروزه، قرغان تپه، امروزه ترسونزاده، نایه ترسونزاده امروزه، باز نزدیک پنجکند، بدخشان امروزه تا به بخارا شرقی داخل می شد. بدخشان این دوره به ملک درواز تابع بود. یعنی امیران منقیتی حتی توانستند بدخشان هم تابعیت خود گردانند و بدخشان نیز به یکی از حدودهای بخارا شرقی داخل بود. کدام بیکیگری های امارات بخارا در بخارای شرقی جایگیر بودند؟ یعنی در حدود تاجیکستان امروزه شهر سبز، کشتوت و فان جایگیر. شهر سبز هم در حدود ازبکستان است امروز. بخشش همه در حدود تاجیکستان 6 بیکیگری که بله. در حدود تاجیکستان همه 6 بیکیگری نامبر کنید. انیختار کنید. بله. 6 بیکیگری همه حدود تاجیکستان 6 بیکیگری بود. بیکیگری کلاب. از همین درست. شما قبول کردین من صحبت کنید. در حدود کدام بیکیگری بود؟ شهر دوشنبه. من بیک شهر سبز. کمیسه آشتی ملی کی تأسیس یافت. کمیسه آشتی ملی 4 ایون سال 1997 تأسیس یافت. بابا جان غفاروف در دوره کاتب یکم حزب کمونیستی تاجیکستان بودنش به همه ساحه‌ها دقت زیاد داده بود. خصوصا به صنعت موسیقی تاجیکستان در این دوره بیشتری کینوها و فیلم های در دیگر جای ثبت شده بودند. اصلا فیلم صنعت موسیقی یعنی در دوره تا یکی از نمایندگان صنعت موسیقی این که بریس کیمیاگرف می باشد که در همین دوره
درست‌تر فکر کنید صنعت موسیقی صحبت می رود. بریس کیمیاگروف کارگردانی سینما بود، کینو بود. شما اون دو نفری که نامبر کردید درست نامبر کردید. و دیگرها مثلا یک چیز دیگر بعد روشنی می اندازیم درباره همین بابا جان غفورов و خدمت‌های او برای تاجیکستان کیها کتاب نوشتند یا مقاله نوشتند از علمای تاجیک؟ روشنگر تاریخ غفورов و اکادمیک بابا جان غفورov ارار مختاروف و باز سلسله قهرمان تاجیکستان حیدرشاه پیرمشاyev و باز ولیکی سن تاجیکستان ولیکی سن تاجیکستان ارار مختاروف و باز در بسیار کتاب‌ها نوشته شده بودند. یک سوال است میرزا جان عزیز، بابا جان غفورov در رشد صنعتی موسیقی خاصه در ترغیب و تشویق شش مقام خیلی بزرگ است. من از شما پرسیده هستم که محض با تشبث بابا جان غفورov همین در چند قسم یک کتاب شش مقامه و دارای چند نوته‌ای همین شش مقام عبارت بود. این از 5 جلد. از 5 جلد خریطه دولت سامانیان. دولت سامانیان اصلا این دولت سامانیان تمام عدودهای تاجیک نشین را در بر میگرفت، از جمله خراسان، ماورالنهر، ایران تا این باز بیشتر این شهرهای تاجیکستان تاجیک نشین یعنی خراسان و ماورالنهر را در بر میگرفت. در بر میگرفت. دولت سامانیان اساساً سال 873 تا سال 999 و در بعضی مخازن از نو این سال 1005 از نو برقرار شده بود. دولت سامانیان در این دوره در دوره دولت سامانیان انجامیابی تشکل خلق تاجیک باقی رسیده بود، چون که دولت سامانیان یک از دودمان‌های اساسی می باشد که هم در ساحه‌های علم، صنعت و در همه ساحه‌های پیشرفت کرده بود. در این دوره بسیار شهرها از نو ساخته شده بودند. دولت سامانیان از دیوان‌های عبارت بود، از 10 دیوان و در بعضی مغازه حتی از 2 دیوان زیاد، دیوان سپاریس و در بعضی آب. ببین اونجا نوشتگی است که خریطه دولت سامانیان، یعنی به طور مشخص شما می توانید گویید که کدام دولت های امروزه در حدود دولت سامانیان بودند یا قسمان یا پره؟ مرحمت. حدود های امروزه تاجیکستان، پره، ازبکستان، ایران، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکمنستان. ایران پره؟ نه، قسمان داخل شده بود. یعنی باز قسم دیگری قرقیزستان و خراسان کدام شهرها داخل میشد؟ عین حال این شهرها با کدام دولت ها داخل میشوند؟ یعنی اساساً با خراسان شهرهای نیشاپور، سرخس، مرو، زرنج و دامغان داخل می شدند که اینا و در حدود امروزه ایران جای گرفت. مرو در کدام منطقه ها دو شهر در ایران داخل می شدند؟ کدام شهرها بودند؟ اگه من این شکلی و یاردم کردید. شهر نیشاپور باز کجا؟ و باز شهر زرنج. خب از ترکمنستان این حال دو منطقه در ترکمنستان کجا داخل می شود؟ این مرو، این شهر امروزه مری ترکمنستان. در افغانستان؟ در افغانستان غزنه، کابل، قندهار در امروزه جایگیر شده بوده. خب خراسان کدام سال با هیئت دولت سامانیان همراه شد؟ یعنی بعد از شکست خوردن عمرو ابن لیث. کدام سال؟ یعنی سال 900 در بعضی مخازن سال 903 یعنی دولت صفاریان برهم میخورد و جای آن را دولت سامانیان حدودش را به دست می آورد. میرزا جان، خریطه‌ای که در رو برای ما ایستادگی است دولت بزرگ سامانیان از دولت‌های بزرگترین ملت تاجیک است. به حساب می‌رود. اطراف این سخن‌ها خیلی زیاد است.
اما شما در اینجا اشاره کردید که حدود دولت سامانیان ماوراءالنهر و خراسان رو در بر میگیره. چگونه استاد در اینجا سوال دادن؟ خراسان علاهیده گفتن که مثلا کجا را در بر میگیرد. شما ملک های خراسان را از ملک های ماوراءالنهر جدا کرده میتوانید؟ استاد میتونم. کدام ملک ها با خراسان؟ من در رو برای شما کدام ملک ها با خراسان، کدام ملک ها با ماوراءالنهر؟ مرحبا. این از شهر معروف سر کرده این تا به نزدیکی افغانستان تا به شهر ایران این طرف این خراسان منطقه خراسان را در بر می گرفت و شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند، بدخشان، نصف، چهانان و اینا این به حدودهای ماوراءالنهر داخل میشدن. این ماوراءالنهر این معنای آن را دارد که این بین دو رود این ماوراءالنهر این اما دریا وسیع دریا تقسیم شده بود. برای همین این چیز خریده مضافات های ماوراءالنهر فقط از طریق عبور دریا ما میتوانیم یعنی معین کنیم. ماوراءالنهر این واژه هست که عرب ها این نام را دادن. ماورای نهر یعنی آن طرف نهر، آن طرف دریا، بین دو دریا نه و آن طرف دریا. اما ماوراءالنهر یک جزء خراسان است. همشان خراسانی بزرگ هستند. یک قسمت خراسانی بزرگ را عرب ها ماوراءالنهر نام کردند. کتاب تاجیکان علامه بابجان غفورov با زبان روسی کی در کجا چاپ شد و آن چند فصل و چند باب را در بر میگیرد. کتاب علامه بابجان غفورov با زبان روسی سال 1972 در شهر مسکو با تعداد 10,000 نسخه و 5 فصل و 16 باب را در بر میگرفت. شما درباره باربد مروزی چی میدونید؟ یعنی باربد مروزی یکی از صنعت موسیقی شناسان در زمان ساسانیان به شمار می رود. نقش باربد مروزی در آن است که یعنی وی یک از موسیقیچیانی پیش از اسلامی می باشد که برای خلق تاجیک یعنی سمی باسازا را گذاشته است. یعنی باربد مروزی برای هر فصل هر یک روز سال شعر ایجاد می کرد. فصل سال شعرها آفریده بود و یک از سیمای موسیقی شناسان در پیش از اسلامی یعنی می باشد. درباره خود باربد چی میدونید؟ برآمدش از کجاست؟ از کدام ملت است؟ برآمدش اساسا از مرو دیده میشه. نه درست. طبق منبع هایی که شما خوندگی هستید، منبع تاریخی بود. استاد شما دهه‌شون هم میپرسید؟ بله. از کدام محل بود؟ از کدام دهه بود؟ وای تاجیک بود یا یگان ملت دیگر بود؟ آیا ما با بزرگداشت این شخصیت یگان گوشه تاجیکستان نامگذاری شده است نشده است و به چی خاطر است اگر باشد؟ یکی از کوچه های شهر دوشنبه به نام باربد مروزی گذاشته شده است. تشکر. سلامت باشید. موفقیت. مرحمت. شما جواب باز.